به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. بینندگان ارجمند، خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشأن به پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاده آخرینش خاتم مرسلین خطاب کرده فرموده است: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. یعنی ای پیامبر، ما این کتاب را برای تو فرو فرستاده نازل نمودیم در حالی که تصدیق کننده کتاب‌های قبلی است و بر آنها حکم داور را دارد و مهیمنا علیه. یعنی هر آن چیزی که در کتاب‌های قبلی، در کتاب‌های دیگر غیر قرآن با قرآن مطابق باشد حقیقت است و هر چی که مخالف این کتاب باشد، مخالف قرآن باشد، باطل است. دوستان گرامی، این آیه کریمه به یکی از ارکان ایمان، ارکان ششگانه ایمان تعلق دارد. آنگونه که می‌دانیم ایمان 6 رکن دارد. آنگاه انسان را، شخص را مسلمان گفته می شود که این 6 رکن در او موجود باشد، پره باشد. یکی از ارکان ایمان این ایمان داشتن. ایمان یعنی باوری قطعی و یقینی به کتاب‌های آسمانی، کتاب‌هایی که خداوند و بعضی پیامبرانش فرستاده، آنها را امر کرده که این کتاب را برای مردم برسانند. کتاب‌هایی که خداوند به بعضی پیامبرانش فرستاده عبارتند از تورات و انجیل و زبور و قرآن. و تورات به موسی علیه السلام و انجیل به عیسی علیه السلام، زبور به داود علیه السلام و قرآن به محمد علیه السلام فرستاده شده. شخص را آنگاه مسلمان گفته می شود که به این 4 کتاب اعتقاد و باور داشته باشد که به این پیامبران نازل کرده شد، فرو فرستاده شد. اما نکته‌ای که اینجا می خواهیم مطرح نماییم دوستان عزیز این است که ایمان داشتن به کتاب‌های آسمانی و این 4 کتاب که بدین پیامبران معین نازل شده به این معنا نیست که شخص مسلمان این اعتقاد را داشته باشد که این کتاب‌ها در مقبولیت و در اعتبار در درجه برابر قرار دارند. نه، هرگز چنین نیست. ایمان داشتن به این کتاب‌ها به این معناست که ما اعتقاد داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که زمان خداوند این کتاب‌ها را به این پیامبران معین نازل نمود. اما آنچه که حالا در دست پیروان این دین ها هست، در دست یهودیان و نصارا، این کتاب آن کتابی نیست که خداوند نازل کرده بود. در این کتاب تبدیل و تحریف زیادی صورت گرفت. این کتاب ها را دست بشر خیلی در آن زیادتی و نقصان وارد کرده است. بدین خاطر خداوند آخرین کلامش را مهیمن بر آن کتاب ها، یعنی همچون داور قرار داده. هر حکمی، هر داستانی، هر خبری در این کتاب ها که مطابق به قرآن است، حقیقت است، درست است، مقبول است و هر آنچه که مخالفی قرآن است باید مسلمان اعتقاد داشته باشد، ایمان داشته باشد که باطل و بی اساس است. آن تبدیل و تحریفی که در این کتاب ها وارد شده، در آورده شده، علاوه کرده شده، دوستان عزیز دینشناسان عالم همه این چیز را میدونند و به دستی، نه تنها به دست مسلمانان بلکه به دستی پیروان خود این ادیان پژوهش ها نوشته شده، کارهای علمی صورت گرفته، اثبات شده که در این کتاب ها تناقض های زیادی وجود دارد، صفحه با صفحه دیگر مطابقت نمی کند. این دلیل بر آن است که این کتاب ها بازیچه دست بشر قرار گرفته و هر کسی که آمده در هر عصر چیزی علاوه کرده، چیزی کم کرده، به این شکل باقی مونده که حالا در دست پیروان آن ادیان است. بنابراین دوستان عزیز، قرآن این معیار شناخت حق و باطل است. هرچی که در چهارچوب قرآن، در مضمون محتوای قرآن درست است حقیقت است، آنچه که مخالف این کتاب است باطل است. و هر نفری که بدین اعتقاد است که قرآن کتابی است که از کتاب‌های آسمانی دیگر نسخه برداری شده، کسی این را نوشته، از کتاب‌های دیگری آسمانی استفاده کرده، این را تألیف کرده، این نوع برداشت و این نوع پندار اندیشه نسبت قرآن در دین اسلام کفر محسوب است. در قرآن عظیم صدها آیه است که این پندار غلط را، این اعتقاد باطل را که قرآن از کتاب‌های دیگر نسخه برداری شده، تعریف شده، صدها آیه است که این اعتقاد باطل را رد می‌کند.
به طور مثال خداوند عزوجل در سوره یونس فرموده وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین. یعنی هیچ امکان ندارد که این قرآن از جانب غیر الله جل جلاله بافته شده باشد، بلکه قرآن کتابی است تصدیق کننده کتاب‌های قبلی را و بیان کننده احکام آن و هیچ شکی نیست که قرآن فرو فرستاده شده از جانب پروردگار عالمیان است.